سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یک مسئله فقهی را هم در همین ضمن بیان میکنم. سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این بود که برای تعیین امام اول میموندن که را اعلمهم، کسی که عالم تر باشد. اگر هر دویشان در علم برابر میشدن، بعد نوبت میرسید اقدمهم هجرتن، از اون دو کس کی به مدینه منوره اول هجرت کرده است اون رو پیش می در آوردن، اگر در علم برابر میشدن. چون که گفتیم که هجرت چی شد؟ منسوخ شد. همین طرز سنت در کتاب‌های فقهی هست. فقها بجای هجرت آوردن ورع و تقوا را. اگر هر دو امام در علم برابر هستند، پس اختیار میکنن اورعشان را. کسی که ورع و خشیت و ترس خدا در اون بسیارتر و پرهیزگارتر هست، اون را چکار میکنن؟ بجای هجرت جایگزین میکنند و امام میشود. این بود آنچه که وابسته به این حدیث مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم که فرمودند المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسی هست که مسلمان های دیگر از زبان دست او در امان باشند، و مهاجر کسی هست که دوری جوید از آن کارهایی که